کسی که صبح تا شب جلو آینه به خودش میماله و آخرش هم شبیه میمون میشه، باید بگم پیشرفتت واقعا کند بوده. تو از پیشرفت چی حالیته؟ قاتل کودن کثافت. چرا انقدر بهم قور میزنی؟ آها، من فقط قهر میزنم. مایکل، میشه دست از کشتن مردم برداری؟ مایکل، میشه خواهش کنم منو جفت بچه همو توی خطر نندازی؟ تو مردمو میکشی، بعد میشینی توی آفتاب مشروب میخوری و احساس گناه میکنی. اینطوری نمیشه. تا حالا ندیدم موقع پول خرج کردن شکایت کنی. به تعادل برس مایکل. تعادل نداری. چطوره تو منو به تعادل برسونی؟ تو عجب حیوان کثیفی هستی، حیوان وحشی. آره راست میگی، من وحشیم. باید سالها پیش مینداختمت زندون، احمق کثافت. بنداز. اگه از زندگیت سیر شدی پیشنهاد میکنم این کارو بکنی. خب وقتمون تموم شد. این همه زمانی بود که داشتی.